از هیچ کس بازی نخور. این پست برای کسایی که واحد پیش فروش خریدن. سازنده ها امکان داره در زمان سند زدن به شما بگن که تایم بده تا کارهای اداری انجام بشه بعد سند بزنید. امکان داره که این حرفشون درست باشه، ولی تو برای محکم کردن کار خودت هم که شده در تاریخ مقرر سند همراه با مباینه‌ها و چک تضمین شده بانکی به دفترخونه‌ای که داخل مباینه‌نامه نوشته شده مراجعه کن و عدم حضور سازنده رو بگیر. حتی اگه دوست داشتی عدم حضور رو طبق قولی که سازنده داده اجرا نذار، ولی اگه بدقولی کردش شما میتونی عدم حضور تو اجرا بذاری. سازنده ممنوع المعامله، ممنوع الخروج میشه و مجبور میشه همه کاراشو بذاره زمین و سند شما رو بزنه. منو فالو کن تا نکات کلیدی بیشتری بهت بگم.